حامیان حقوق میگویند در ولایت کالوگای روسیه از مهاجران داوطلب شهروندی روسیه تقاضا می شود که ابتدا با وزارت مدافع این کشور قرارداد بندند. با گفته آنها به این وسیله کرمل تلاش دارد کمبود سفربری به ارتش را از حساب مهاجران جبران کند. همکارمان میرزانبی خلقزاد که موضوع را پیگیری کرده است همراه با ما در استودیو است. بگویید که تقاضای بستن قرارداد با وزارت مدافع چه تاثیر داشته است؟ بله شهلا، در این باره رسانه 7/7 از نقل حامی حقوق تاتیانا کاتلیر اطلاع داده است. همصحبت دیگری این همین رسانه نیز ابراز داشته است که سببی ثبت نام در کمیسریت حربی اساساً به مهاجران از آسیای مرکزی و به ویژه مردان مهاجر از تاجیکستان دخل داشته از ماه اپریل به این طرف ظهور نموده است و به قبل همین شخص که نخواست از نامش آشکار شود تا اون زمان مهاجران بدون مشکل حجت میسپردند و شهروندی میگرفتند. ولی حکومت‌های تاجیکستان و قرقیزستان به شهروندانشان هشدار دادند که از شرکت در جنگ‌های خارجی خودداری کنند، زیرا این عمل مخالف به قانون جنایی این کشورها میباشد. یعنی اشتراک در جنگ اوکراین امکان دارد برای مهاجران و بخصوص مهاجرانی که دو شهروندی دارند در وطن‌هایشان دردسر ایجاد کند؟ ببینید شالا، حامی حقوق کاتلیر به حالت شبیه اشاره کرده است و از جمله کاتلیر می نویسد یک شهروند تاجیکستان به وزارت امور داخلی روسیه شکایت کرده است که وضع سلامتیش برای خدمت در ارتش خوب نیست، اما در نتیجه این تاجیک با مشکل بیشتری مواجه شده به ترک روسیه وادار شده. کاتلیر در شبکه فیسبوک از نام همین تاجیک نوشته است در مقابل این شخص پروتکل جنایتی را ترتیب دادند که هیچگاه به وقوع نپیوسته است و به کاتلیر گفته است که ما را در این کشور آدم نمیحسابند، نمیخوام شهروندی این کشور را گیرم، بلیت بازگشت به وطن را خریدم و به زودی برمیگردم. و میخائیل ماتویف معاون رئیس دومه دولتی روسیه مجلس پایانی پارلمان این کشور میگوید وکیلان مردمی تصمیم دارند قانونهای تقدیم شهروندی را شدیدتر کنند. ماتویف افزوده است که به عقیده او اگر مهاجری که شهروندی روسیه گرفته است از خدمت عسکری و سفربری به ارتش سرکشی کند و به اهل عائلش باید از شهروندی روسیه محروم گردد. طبق قانونهای روسیه هر فردی که شهروندی این کشور را کسب کرده است باید نامش را در دوام 2 هفته در کمیسریت حربی ثبت کند. و ماه اپریل پرزیدنت روسیه پوتین روی قانون امضا گذاشت که بر اساس آن هر فردی مسئول در بدنام کردن ارتش روسیه از شهروندی محروم می شود. همچنان طبق همین قانون هر فردی که از طرف خدمات فدرالی امنیت روسیه یا FSB تهدید به امنیت کشور ارزیابی می شود امکان دارد که از شهروندی روسیه محروم گردد. این است. تشکر میکنیم از همکارمون میرزانبی خلقزاد که مسئله را برایمان روشن کرد. ضمناً در یک قطار منطقه روسیه از جمله سنت پترزبورگ ماه روان ریدها برگزار شدند. در جریان آنها نه تنها مهاجران غیر قانونی بلکه آنهای هم دستگیر گردیدند که بعد دریافت شناسنامه روسی خود را در قید کمیسریت حربی نگذاشتند.